بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله و الصلاة و السلام علی رسول الله صلی الله علیه و سلم و علی آله و صحبه اجمعین. دوستای عزیز، به درس امروزی ما و شما صفات الله سبحانه و تعالی که به شکل مضاف و مضاف الیه آمده است. بعضی از صفات الله سبحانه و تعالی به شکل مضاف و مضاف الیه آمدن. این کلمه مضاف و مضاف الیه در زبان عربی، مثلا وقتی ما و شما میگیم در زبان عربی میگیم کتاب خالد، کتاب خالد، این کتاب اینجا مضاف میگن و خالد مضاف الیه میگن. مثلا عبدالله، عبدالله میگن، میگن عبد مضاف است به سوی الله، عبدالله. پس اینجا چی هست؟ عبد مضاف میشه و الله مضاف الیه میشه. اینال در قسمت بعضی صفات هستند که مثلا صفات الله سبحانه و تعالی در قرآن عظیم الشان به شکل مضاف و مضاف الیه آمده. چه قسم آمده است؟ مثلا ارحم الراحمین، یکی از صفات الله سبحانه و تعالی ارحم مضاف و راحمین مضاف الیه هست. بعضی از صفات به این شکل آمده است. یا خیر الغافرین، بهترین مغفرت کننده ها. رب العالمین، اینجا رب العالمین رب مضاف و عالمین مضاف الیه است. مالک یوم الدین، مالک یوم الدین. اینال در اینجا هم مثلا چی آمده است؟ مالک مضاف است و یوم مضاف است. احسن الخالقین، جامع الناس لیوم لا ریب فیه، جامع الناس، جامع مضاف و الناس مضاف الیه. مقلب القلوب، تغییر دهنده قلب ها. پس این صفات به مو شکل که آمده هست، ایره علما میگن که به می شکل، چون صفات قانون شمی است که اگر یک صفت به شکل نام آمده باشه در اسماء الله الحسنا، پس به مو شکل نام چی میشه؟ استفاده میشه. و اگر امی صفت به شکل یک فعل آمده باشه، جمله فعلی آمده باشه، به مو شکل که در جمله فعلیه هست ما استفاده میکنیم و از این اسم یا نام ساخته نمیتونیم. مثلا یحیی و یمیت، پس یحیی زنده میکند و یمیت میمیراند. بعضی از کسایی که مثلا از این اشتقاق کردن، مثلا به عوض یحیی و یمیت محیی و ممیت گفتند، این رو علما میگن که نه، ما باید در این باب توقف بکنیم و این تغییرات نبریم. آل در قسمت این صفات که به شکل مضاف و مضاف الیه آمده است، این قسمت علما چی میگن؟ در این قسمت علما میگن که نامهایی که، یعنی چیزهای، صفاتی که به شکل مضاف و مضاف الیه آمده هست، به مو شکل که ذکر شده ما استفاده میکنیم. مثلا میگیم ارحم الراحمین، اینمی استفاده میشه. یک تعداد از علما میگن که این اسماء مضاف شده نیز در جمله اسماء و صفات است. مثلا محمد خلیفه تمیمی رحمه الله در کتابش میگه ذهب جمع من اهل العلم، میگه یک جماعت، یک گروپی از اهل علم، میگه الى اعتبار الاسماء المضافه، به ای که و عدها من ضمن الاسماء الحسنى، یعنی اعتبار دادن اسماء مضافه را میگه ایره هم چی کردن و ایره عدها محاسبه کردن در چی؟ ضمن اسماء الحسنى. میگن که این اسماء مضافه هم در جمله اسماء الله الحسنى داخل میشه. و دلیلش چی را میگه؟ میگه شیخ الاسلام ابن تیمیه رحمه الله میگه، به قول ازی استدلال میکنه. میگه شیخ الاسلام ابن تیمیه رحمه الله میگه که وكذلك اسماءه المضافه مثل ارحم الراحمین و خیر الغافرین و رب العالمین و مالک یوم الدین و احسن الخالقین و جامع الناس لیوم لا ریب فیه و مقلب القلوب و غیر ذلك مما ثبت في الكتاب و سنه و ثبت في الدعاء باجماع المسلمین. میگیم این نام هایی که در دعا ثابت شده هست به شکل مضاف الیه، در قرآن و سنت ذکر شده هست و در دعا هم به اجماع مسلمان ها ذکر شده است. بناهن یکی از نظرها همی است، مثل نظر شیخ الاسلام ابن تیمیه، که اینا هم در جمله اسماء الله الحسنى حساب میشن. اما دیگه علمای جماعت دیگه طبعا
اونا میگن که نه، اینا به شکل مضاف و مضاف الیهی که هستن، اینا در جمله صفات الله هستن و به همین شکل که در نصوص قرآن و سنت ثابت است، ما به مو شکل از این استفاده میکنیم و اینا را در جمله اسماء الله الحسنا نمیگیرن، در جمله صفات میگیرن، چون باب صفات بسیار وسیع هست. خب اول صفت، مثلا صفت غافر الذنب و قابل التوب شدید العقاب، در آیت قرآن در سوره غافر آیت 3 آمده که غافر الذنب و قابل التوب شدید العقاب ذی الطول لا اله الا هو، یعنی غافر الذنب مغفرت کننده گناه ها، قابل التوب یعنی قبول کننده توبه، و شدید العقاب یعنی سخت عقوبت کننده، ذی الطول یعنی صاحب نعمات و احسان های زیاد. به این شکل میگن که اینیش هستن. پس این صفاتی هست که به شکل مضاف و مضاف الیه استعمال شده و ما همون قسم از این به مشکل که است قبول داریم و استفاده میکنیم. و به این شکل صفات دیگه هست، مثلا در سوره فاطر در آیت اول الله متعال میگه الحمدلله فاطر السماوات والارض، فاطر نیجه پس فاطر السماوات یعنی خلق کننده آسمان ها و زمین، یا جاعل الارض جاعل الملائکه رسلا، جاعل الملائکه گرداننده پیغمبران، ملائکه به شکل رسولان. اینی هم به شکل مضاف الیه استفاده شده، بنابراین از جمله صفات الله یکیش فاطر السماوات است، جاعل الملائکه پیغمبران من حیث رسول معرفی کرده و به شکل مضاف و مضاف الیه آمده است و ما به می شکل این صفت قبول داریم چون در نص قرآن آمده هست و از این نام نمی سازیم. و مثلا ذوالجلال، مثلا ذوالجلال این هم آمده است و یبقى وجه ربک ذوالجلال والاکرام، این ذوالجلال والاکرام این هم ذو مضاف است و جلال مضاف الیه است. پس ذوالجلال والاکرام این هم یکی از صفات الله سبحانه و تعالی است که دارای جلال و عظمت هست. و همین قسم در آیت 3 سوره طلاق گفته که بالغ امره فالق الحب و النوا، در سوره الانعام آیت 95 ان الله فالق الحب و النوا. متوجه هستین اینی آمده است. یا مثلا نور السماوات والارض، الله نور السماوات والارض، پس اینی قسم به شکل مضاف و مضاف الیه آمده هست. بدیع السماوات والارض در سوره بقره آیت 117 و همین قسم رفیع الدرجات ذو العرش رفیع الدرجات ذو العرش در سوره غافر آیت 15 بدیع السماوات والارض، بدیع السماوات والارض یعنی از نو خلق کننده آسمان ها و زمین در سوره بقره آیت 117 شدید العقاب انه قوی شدید العقاب سوره غافر آیت 22 و شدید المحال در سوره الرعد آیت 13 و هو شدید المحال یعنی سخت عذاب کننده هست. و فالق الحب و النوا در سوره انعام آیت 95 ان الله فالق الحب و النوا یعنی الله سبحانه و تعالی شکافنده دانه و خسته هست. فالق الاصباح هم آمده هست. کاشف العذاب این کاشف العذاب به شکل مضاف و مضاف الیه آمده است. مثلا صفاتش در احادیث هم بعضی از صفات آمده است، مثلا ذی الجبروت والملکوت، سبحان ذی الجبروت والملکوت والکبریای والعظمه در حدیث صحیح آمده هست. پس انال ذی الجبروت والملکوت این هم به شکل مضاف و مضاف الیه آمده هست. و قیم السماوات در حدیثی که امام بخاری روایت میکنه از عبدالله ابن عباس اللهم انت اللهم لك الحمد انت قیم السماوات والارض، این صفت هم برای الله سبحانه و تعالی به شکل مضاف و مضاف الیه آمده است. عالم الغیب و الشهاده این هم از صفات الله هست که عالم غیب و شهاده هست، چیزهای غیبی و آشکارا. ملیک و کل شیء این هم آمده اللهم فاطر السماوات والارض
عالم الغیب و الشهاده رب کل شیء و ملیکه. اینالی هم در احادیث آمده هست. منزل التورات والانجیل والفرقان، این هم آمده هست در احادیث که امام مسلم در حدیث شریف روایت میکنه که رسول الله صلی الله علیه و سلم وقتی به پالوی راست خواب استراحت میکردن، ما را امر میکردن که بگویه، یک کسی که در شب استراحت میکنه، اللهم رب السماوات و رب الارض و رب العرش العظیم ربنا و رب کل شیء فالق الحب والنوى. میبینید یک صفت الله است. و منزل التورات والانجیل، نازل کننده تورات و انجیل و الفرقان و قرآن عظیم و شان. پس اینی صفاتی که به الله سبحانه و تعالی به شکل مضاف و مضاف الیه آمده، این صفات الله هست که ما و شما باید به این صفات الله سبحانه و تعالی را بشناسیم. مقلب القلوب، امام بخاری میگه که عن عبدالله اکثر ما کان النبی صلی الله علیه و سلم یحلف لا و مقلب القلوب، یعنی قسم وقتی که میگفتم به ذات قسم است که مقلب القلوب است، برگرداننده قلب ها هست. و در حدیث امام ترمذی هست، حدیث صحیح است، میگه ام المؤمنین عایشه صدیقه رضی الله عنها گفتن که اکثر دعای رسول الله صلی الله علیه و سلم بود که یا مقلب القلوب ثبت قلبی علی دینک، ای تغییر دهنده قلب ها، قلب مرا به اطاعتت یا به دینت ثابت نگه دار. و این حدیث شریف است. و ولی المؤمنین، مثلا والله ولی المؤمنین در سوره آل عمران آیت 68 آمده هست که الله دوست مؤمنا هست. و ذوالفضل در آیت 21 سوره حدید آمده هست که الله سبحانه و تعالی والله ذوالفضل العظیم، الله سبحانه و تعالی ذوالفضل عظیم هست. این بود صفات الله سبحانه و تعالی که به شکل مضاف و مضاف الیه آمده. بعضی از صفات از الله سبحانه و تعالی هست که به شکل یک خبر آمده است. یک صفت است به الله سبحانه و تعالی به شکل خبر آمده هست، لکن این بعضی ها در صفات الله ذکر میکنن و بعضی از علما میگن اینا باب اخبار بسیار وسیع هست. از این خاطر بعضی از صفات الله سبحانه و تعالی که آمده هست میگه ما این صفات الله را هم که به شکل یک خبر آمده هست قبول داریم. و انما يدخل في باب الاخبار عنه تعالی اوسع مما يدخل في باب اسماء و صفاتی. میگه آنچه که در باب اخبار آمده الله سبحانه و تعالی خبر داده هست، پس میگه این بسیار وسیع هست و زیاد است. مثلا الله سبحانه و تعالی خبر داده برای ما و شما صفت الوجه. الله سبحانه و تعالی وجه به ذات ذوالجلال خود نسبت داده، کل من علیها فان و یبقى وجه ربک ذو الجلال والاکرام. این صفت وجه هست. پس ما صفت وجه الله سبحانه و تعالی را نظر به آیات قرآن قبول داریم و این تشبیه نمی کنیم با وجه و چهره و روی مخلوقات. بگیم صفت وجه الله سبحانه و تعالی به مو شکلی هست که به جلال و عظمت الله سبحانه و تعالی شایسته هست و مربوط غیب است و ما درباره از این معلومات بیشتر نداریم. یعنی چون مربوط غیب است ما در غیب مداخله نمی کنیم و زیاد گپ نمی زنیم. امون نص قرآن، آیات قرآن قبول داریم که و یبقى وجه ربک ذو الجلال والاکرام. و همین قسم صفت ید الله سبحانه و تعالی ید هم بر خود نسبت داده است که ان الفضل بید الله، ان الفضل بید الله در سوره آل عمران آیت 73 است. ما این صفت الله سبحانه و تعالی را هم قبول داریم که الله سبحانه و تعالی صفت ید داره و این تعویل و یا تحریف و یا تشبیه نمی کنیم. میگیم که اما قسم صفت الله هست که به جلال و عظمت الله سبحانه و تعالی شایسته هست، چون آیات قرآن است ما را قبول داریم. امی قسم که اصحاب رسول الله صلی الله علیه و سلم قبول داشتن و سکوت کردن و نه تعویل کردن و نه تحریف کردن و نه تشبیه کردن، ما هم به مو منهج اصحاب رسول الله صلی الله علیه و سلم نه تشبیه میکنیم، نه تعویل میکنیم، نه تحریف میکنیم. یعنی در صفات الله مثل که در
استوا ما و شما خواندیم که امام مالک رحمه الله گفت که الاستواء معلوم، معنایش معلوم است. مثلا معنای وجه معلوم است، معنای ید معلوم است، والکیف مجهول است، کیفیتش پیش ما مجهول است. کیفیت داره لکن کیفیتش ما نمیفهمیم چون مربوط غیب است، ما در غیبیات نمیفهمیم. الله عالم الغیب و شهاده هست، آنچه که مسائل غیبیات است از غیب الله خبر داده که الله وجه داره و الله ید داره در قرآن عظیم شان برای ما. و ادب امی هست که ما ایره با صفات مخلوقات تشبیه نمی کنیم و در بارش زیاد بحث نمی کنیم، چرا مسائل غیبی که است مربوط علم الله سبحانه و تعالی میشه و ما و شما فقط به مو اکتفا میکنیم که در قرآن و سنت آنچه گفته شده است. خب همین قسم صفت نفس است. صفت نفس است که الله متعال در قرآن عظیم شان در سوره مائده 116 وقتی که در مورد عیسی علیه السلام و اذ قال الله یا عیسی ابن مریم، یعنی در روز قیامت الله متعال عیسی ابن مریم علیه السلام استاد میکنه و از پیشش پرسان میکنه در مقابل کسایی که مجسمه عیسی مسیح ساختن و عبادت میکنه. و به این شکل از دیگه کسایی که بعد از رحلتشان یا به عیسی علیه السلام به آسمان برده شد و بعضی دیگه از پیغمبرای یا صحابه یا اولادای پیغمبر صلی الله علیه و سلم که وفات کردن، حالا بعضی کسا بعد از رحلت از اونها چی میکنن؟ اونها را عبادت میکنن. الله متعال میگه که و اذ قال الله یا عیسی ابن مریم، وقتی که الله متعال در روز قیامت عیسی علیه السلام استاد میکنه و برش میگه که انت قلت للناس اتخذونی و امی الهین، آیا خودت گفتی که برای مردم، چون کسایی که پیروی میکنن و فکر میکنن امروز اتهام یا متهم میسازن عیسی علیه السلام که امی کار عیسی علیه السلام گفتم ما پیروان عیسی علیه السلام هستیم، یعنی به این معنا که عیسی علیه السلام گفته که به این مرا و مادر مرا عبادت بکنین، مجسمه مرا بسازین و یا مجسمه مادر مرا بسازین. اینجا الله متعال به خاطر بطلان عقیده از اینا میگه که الله متعال در روز قیامت عیسی علیه السلام میگه که یا عیسی ابن مریم، ای عیسی که تو پسر مریم هستی، نه پسر الله، پسر مریم هستی، انت قلت للناس اتخذونی و امی الهین، آیا تو گفتی؟ حالا در مقابل از اینا وقتی که عیسی علیه السلام سوال میشه که آیا تو گفتی که مرا و مادر مرا دو معبود بگرداین؟ الله متعال میفهمه با علم غیب خود که عیسی علیه السلام نگفته و عیسی علیه السلام میره نمیگه چون پیغمبر معصوم است، ما شما متعقیده داریم. لکن به خاطر از اینکه آل در محکمه این مجرمینی که سر عیسی علیه السلام تهمت میکنن برای از اینا چه قسم جواب گفته شوند و اینا چطور امروز ذلیل شوند و شرمنده شوند، این پاپ و کشیش ها و فادر و مادر که در کلیسا هستن و مردم گمراه میسازن، اینجا الله متعال در اینجا رسوایشان میکنه در روز قیامت که این گپاره عیسی علیه السلام نگفته، پس عیسی علیه السلام از شما بیزار است، شما پیرو عیسی علیه السلام نیستین، پیرو نفستان هستین، پیرو شیطان هستین. انت قلت للناس اتخذونی و امی الهین من دون الله، آیا تو گفتی بر مردم که مرا و مادر مرا دو معبود بگیرین بغیر از الله؟ قال میگه عیسی علیه السلام گفت سبحانك پاکیست را، ما یکون لی ان اقول ما لیس لی بحق، برای ما شایسته نیست که ما بگویم چیزی که به اون ما حق ندارم. یعنی ما عیسی علیه السلام میگه که ما حق نداشتم که کسی را بگویم که بیاین مرا عبادت بکنین. این حق نه علی رضی الله تعالی عنه داشتن، نه حسین رضی الله تعالی عنه داشتن، نه حسن رضی الله تعالی عنه داشتن، نه اولیاء الله داشتن، نه اولادای پیغمبر داشتن، نه صحابه بکر رضی الله عنه یا عمر رضی الله تعالی عنه، حتی شخص رسول الله صلی الله علیه و سلم. هیچ کسی حق نداره که یک مخلوق بگه که بیا مرا عبادت بکن، چرا اگر مخلوق میگه که بیا عبادت مرا بکن، در حقیقت این خودش به طاغوت مبدل میشه. این حال پیغمبرها معصوم هستن، این گپ نمیزنن. پس چی میگه؟ عیسی علیه السلام میگه که ما یکون لی ان اقول ما لیس لی بحق، یا الله برای من شایسته نبود که من چیز رو بگم که من حق از او را ندارم. این کنت قلته فقد علمته، یا الله اگه من را گفته باشم تو خو عالم الغیب هستی، میفهمی. تعلم ما فی نفسی، یا الله آنچه در نفس من هست تو میدانی. ولا اعلم ما فی نفسی، که این کلمه نفس عیسی علیه السلام به الله استعمال میکنه و در قرآن ذکر شده. ولا اعلم ما فی نفسک انک انت علام الغیوب. پس اینجا کلمه نفس به الله سبحانه و تعالی استعمال شده
لکن ما و شما چی نمیکنیم؟ تشبیه نمیکنیم با نفس مخلوقات و تمثیل نمیزنیم که مثال شو بگیم این قسم است و تعطیل هم نمیکنیم و تعویل هم نمیکنیم و تحریف هم نمیکنیم و کیفیتش هم بگیم نمیدانیم. پس امو قسم هست که به جلال و عظمت الله سبحانه و تعالی شایسته هست و در این اضافه گپ نمیزنیم و سکوت میکنیم. و در آیت آل عمران آیت 28 همین قسم الله متعال میگه و یحذرکم الله نفسه، الله متعال شما را در حذر میگذاره از چی؟ از نفسش. پس اینجا کلمه نفس برای الله سبحانه و تعالی استعمال شده است. همین قسم کلمه اصبع استعمال شده هست، کلمه اصبع هم استعمال شده هست. در امام بخاری رضی الله تعالی عنه یا رحمه الله روایت میکنه از عبدالله رضی الله عنه میگه فرمودن جاء حبر من الاحبار الى رسول الله صلی الله علیه و سلم فقال، میگه یک عالم از علمای یهود میگه آمد پیش رسول الله صلی الله علیه و سلم و گفت که ای محمد انا نجد ان الله یجعل السماوات على اصبع والارضین على اصبع. میگه ما در کتاب خدا این قسم میافیم که الله متعال آسمان ها را در یک اصبع خود، یعنی در یک انگشت خود، و الارضین علی اصبع و زمین ها را به دیگر انگشتش، و شجر علی اصبع و درخت بر اصبع به دیگر انگشت، و الماء و الثرى علی اصبع، آب و خاک در انگشت دیگرش، و سائر الخلائق علی اصبع و تمامی مخلوقات. فیقول انا الملک، باز الله متعال میگه که من مالک هستم. فضحك النبي صلى الله عليه وسلم حتى بدت نواجزه تصديقا لقول الحبر. میگه رسول الله صلی الله علیه و سلم وقتی که این سخن امی حبر شنید، میگه رسول الله صلی الله علیه و سلم اقدر ضحک کرد که رسول الله صلی الله علیه و سلم میگه ضحک به اندازه کرد که حتی نواجزشان معلوم شد. و ما و شما نواجز دندانایی که این دو دندان اولی که سیره چی میگن؟ این ثنایا میگن. باز 4 تا پالیش سیر رباعیات میگن. باز بعد از اون دواحک میگن که وقتی انسان تبسم میکنه این دندانایش معلوم میشه. و بازی طرفش نواجز است. میگه رسول الله صلی الله علیه و سلم اقدر خنده کرد یا ضحک کرد که حتی نواجزش معلوم شد تصدیقا لقول الحبر. میگه به خاطر تصدیق امی سخن امی عالم یهودی که امی سخن گفته بود. خب در این قسمت اینا سخن درست گفته یا سخن حق گفته. میگه ثم قرأ رسول الله صلی الله علیه و سلم، باز میگه رسول الله صلی الله علیه و سلم این قرائت کرد و ما قدر الله حق قدره. میگه اینا تقدیر نکردن الله سبحانه و تعالی را به تقدیر حقیقی. والارض جمیعا قبضته یوم القیامه، یعنی تمامی زمین در قبضه الله سبحانه و تعالی می باشه. و السماوات مطویات بیمینه سبحانه و تعالی عما یشرکون. پس اینجا مثلا اصبع و همچنان قبض، این هم قبضه هم این به الله سبحانه و تعالی چی شده؟ نسبت داده شده است. اینال ما چی میگیم؟ ما میگیم که در این چی میگیم؟ میگیم همین قسم که مثلا در دیگه حدیث آمده هست که امام مسلم میگه که ان قلوب بنی آدم کلها بین اصبعین من اصابع الرحمن که قلب واحد یصرفه حیث یشاء. امام مسلم از عبدالله ابن عمرو ابن العاص رضی الله عنهم روایت میکنه که از رسول الله صلی الله علیه و سلم شنید که قلب‌های بنی آدم تمامی در بین 2 اصبع از اصابع رحمان است، مثل یک قلب، یک دانه قلب که باشه، یصرفه حیث یشاء، او را هر قسمی که الله بخواهد تغییر میده. پس ما صفت اصبع و صفت قبض صفاتی است که الله سبحانه و تعالی و رسول الله صلی الله علیه و سلم به الله سبحانه و تعالی نسبت دادن. بنابراین ما را قبول داریم و در قسمت چیزش، در قسمت کیفیتش بحث نمی کنیم و میگیم که کیفیتش مجهول است، مربوط غیب میشه و ما کیفیتش نمیفهمیم و میگیم اما قسمی که است که به جلال و عظمت الله سبحانه و تعالی شایسته هست. دیگه بخش دیگه که می صفات الله سبحانه و تعالی به شکل یک قید آمده هست.
ما و شما گفتیم صفات الله سبحانه و تعالی بعضش در تقسیماتی گفتیم از نگاه لفظی، مثلا صفات الله سبحانه و تعالی بعضش به شکل یک نام آمده، اسماء الحسنا. دوم قسمش به شکل یک فعل آمده، جمله یا جمله فعلیه، به شکل یک جمله اسمیه آمده. بعضی از صفات است که به شکل یک اسم صفتی آمده است، مثل رحمت و رحمتی. این مثلا رحمت آمده هست، رحمت الله قریب من المحسن، ان رحمت الله رحمت مثلا آمده، یا غضب، یا مثلا دیگه صفات الله. دیگه پنجمی قسم گفتیم صفات الله به شکل مضاف و مضاف الیه آمده است. و ششم قسم گفتیم صفات الله سبحانه و تعالی به شکل یک خبر آمده هست، الوجه و الید و الاسم و دیگه هفتمی قسمش که ما و شما رسیدیم در درس خداله، این بعضی صفات الله سبحانه و تعالی به شکل مقابله آمده است. این هم همون قسم که به شکل مقابله آمده است، ما همون قسم استفاده میکنیم. و این مقابله رو چی میگه؟ قید است، مقید است. همین قسم مقید آمده صفت. چه قسم؟ مثلا دشمنان اسلام و مکروا برنامه ریزی کردن، و مکروا برنامه ریزی کردن، لکن برنامه های دشمنان اسلام به اساس چی است؟ غلط است. و مکر الله، و الله سبحانه و تعالی هم برنامه ریزی کرد. ایناله و مکروا، او دشمنان اسلام برنامه ریزی کردن مطابق ظریفیت بیدینی و جاهلیت خود. لکن وقتی که باز الله در مقابل از اینا بر جزای از اینا میگه و مکر الله، و الله سبحانه و تعالی هم برنامه ریزی کرد، لکن برنامه ریزی الله سبحانه و تعالی برنامه ریزی خالق با جلال و عظمت است که دشمنای خود هلاک میسازه و نابود میسازه و برنامه‌هایشان نابود میسازه. همون قسم برنامه ریزی کرد که به جلال و عظمت الله شایسته هست. پس اینجا کلمه مکر در مقابل مکر از اونا استعمال شد. در زبان عربی مکر به معنای برنامه ریزی هست. بعضی اوقات برنامه ریزی مثبت می باشه و بعضی اوقات برنامه ریزی منفی می باشه. برنامه ریزی منفی توسط کفار و مشرکین و منافقین و مرتدین میشه و برنامه ریزی مثبتی که از جانب الله سبحانه و تعالی در مقابل برنامه ریزی از اونا صورت میگیره. همین قسم مثلا کلمه خداع هست. مثلا در این صفت هم آمده هست در سوره نساء 142 ان المنافقین یخادعون الله. اینا میگه که منافقین خدعه میکنن به امرای الله و الله و هو خادعهم. اینا الله در مقابل خدعه هزینا جزای از اینا را و فریب از اینا را خود از اینا را در فریب قرار میده. پس اینجا ما و شما این صفات مقابله هست. این صفات مقابله قانونش امی هست که این منفرد استعمال نمیشه. ما بر الله سبحانه و تعالی این کلمات یعنی این صفات به تنهایی استعمال کرده نمیتونیم، بلکه تنها در حالت مقابله. و مکروا و مکر الله والله خیر الماکرین. و ان المنافقین یخادعون الله و هو خادعهم. اینها این کار میکنن، الله در مقابلشان این کار میکنه که اونا را ذلیل میسازه. و امی قسم و یمکرون و یمکر الله متوجه هستین. و در آیات دیگه گفته هست که مثلا منافقین و اذا لقوا الذين امنوا قالوا آمنا و اذا خلوا الى شیاطینهم قالوا انا معكم انما نحن مستهزئون. منافقین وقتی که پیش کافران میرن باز چی میگفتن؟ میگفتن که ما خو امرای شما کافر هستیم، مسلمانان را استهزا میکنیم. الله متعال در مقابل، ببینید این صفات مقابل است، در مقابل استهزاء از اینا الله متعال میگه الله یستهزئ بهم. الله متعال اینا را به استهزا میگیره، رسوایشان میکنه، تباه میکنه و جزای استهزایشان را برشان میده. پس این صفات چی شد؟ صفات مقابله شد که ما و شما این صفات مقابله را باید به شکلی که چی است؟ به مو شکلی که استفاده شده. یا مثلا در سوره سجده آیت 14 میگه فذوقوا بما نسیتم لقاء یومکم هذا انا نسیناکم. یعنی برای کافرها گفته میشه که پس شما بچشین به شکلی که شما فراموش کردین چی را؟ ملاقات امروزه. الله متعال میگه که همین قسم که شما نسیان کردین، به نسیان گرفتین چی را؟ روز قیامت از ذهنتان گذاشتین، انداختین و درباره قیامت فکر نکردین. الله متعال میگه انا نسیناکم. در جزایشان، در مقابل نسیانتان
ما هم امروز شما را به فراموشی میگیریم و از همه نعمت ها شما محروم میشین و ذوقوا عذاب الخلد بما کنتم تعملون. پس در این قسمت، در این صفاتی که صفات مقابله هست، ما و شما این صفات به مو شکل استعمال میکنیم که به جلال و عظمت الله سبحانه و تعالی شایسته هست. وقتی که صفات مقابله هست تنها در مقابله استعمال میکنیم. صفاتی که به شکل نام ها آمده است، الحی، القیوم، الملک، القدوس، ما به مو شکل که الرحمن الرحیم است به شکل نام ها استعمال میکنیم. و از الله مثلا در دعای ما میخواهیم که یا الله تو الرحمن هستی، الرحیم هستی. ولی وقتی که صفاتی که مثلا به شکل فعل آمده، یحیی و یمیت، ما شما میگیم که یا الله تو ذاتی که زنده کننده هستی و میراننده هستی، زنده میکنی و میمیرانی، به این شکل ما ادب. یا مثلا در ارحم الراحمین وقتی که آمده است میگیم یا ارحم الراحمین. این ما باز از صفاتی که به شکل خبر آمده یا به شکل جمله اسمی آمده یا به شکل جمله فعلی آمده یا به شکل مثلا مقابله آمده، از این باز نام ها نمی سازیم، فقط به شکل چی؟ به شکل علما میگن که همین صفات الله سبحانه و تعالی توقیفی هست. چی معنی توقیفی؟ توقیفی به این معنی که ما توقف میکنیم در این صفات، یعنی به مو چیزی که در قرآن و سنت در نصوص ثابت است به مو توقف میکنیم، نه زیادت میکنیم و نه کمی، و به مو شکل استعمالش میکنیم که در قرآن و سنت ثابت است تا با خالق متعال سبحانه و تعالی ادب مراعات کنیم. و در این صفات امو شرایطی که باز مثلا که تمثیل نمیشه و تشبیه نمیشه، اینا را هم مراعات میکنیم. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.